درست میگفتند که 1 دقیقه مثل 1 ساعت، 1 ساعت مثل 1 دقیقه میگذرد. اگر جانت در عذاب باشد 1 دقیقه مثل 1 ساعت میگذرد. خوشبخت باشید 1 ساعت مثل 1 دقیقه میگذرد. من حاضر چه حسیات دارم؟ بارون پسری من است. نخواد راست باشد. بارون پسری من است. پسرم. در اینجا چی گپ است؟ شما چرا از بیمارخانه گریختید؟ باران. پسرم. مادر. در اینجا چی گپ است؟ گفتم یگان کس یگان چیز گوید آخر. بارون با تو صحبت کردنم لازم. نه. سالهای دراز مرا فریب کردند. ولی من میدانستم وقتی که تولد شدی آوازت رو شنیده بودم. ولی پدرت گفت که تو وفات کردی، ولی من باور نکردم. با حیات ما بازی کردند. با حیات ما بازی کردند پسرم. وای وای وای، در اینجا چی کار داری؟ من به تو گم شدم نگفته بودم؟ ولی مرا گوش کن، حلالت باد. به دست که سلاح گرفتی هنرت را نشان ده. از عهده این کار میبروی؟ نه نشد. دستت نباید لرزد وگرنه تیرت به هدف نمیرسد. احوال تو رو از مرده بدتر میکنم کندل، از مرده بدتر. در کجایی؟ انتظار باش، آماده تو رو میگیرم. زودتر دوید که میگریزد.
کی رو شرمنده میکنی بی حیا؟ یعنی گریختنی بوده دان؟ دو نفرتون از دیگر طرف تعقیب کنید. من بلایم را دوست می دارم. من با بلایم می شوم. داد نزن. یاری دیه. زودتر دوید که میگریزد. یاری دیه. یاری دیه. دو نفرتون از دیگر طرف تعقیب کنید. جناب پلیس به این طرف گریخت. شما چیا میگویید؟ کی با حیات شما بازی کرد؟ بارون. مادر بیبی جان یگان کس یگان چیز گوید آخیر. بیبی جان بیبی جان گم شو از دستم. به نزدم آمده با سلاح روانه میکنی. نصف میکنم تو را. نصف میکنم. گم شو. رئیس! عزلی داریش را از بالا بیار. خدا را شکر. پسرم زنده. پسرم در همین جا. در بری من. دستم را دراز کنم به او میرسد. چقدر وقت گذشت. یک عمر. یک دقیقه. بارون پسر من است. اینقدر وقت من او را مرده گمان کرده بودم. او باشد در برم بود. من اکنون چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ او را به آغوشم گرفتم. مادرت منم گویم. و از آن آدمانی که این کار را با من کردن یک قسطم را گیرم. باران پسرم. من اکنون چه خیلی زندگی میکنم؟ با من یک خوبی بکن ابرو. من بکش.
بارون تو رو مادر نگفته مرا بکش. بکش ابرو، مرا بکش. ملک 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 در را کشا. ملک 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 در را کشا. ملک ملک مادر جان ملک خودش را آویخت. ملک 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 در را کشا. ملک ملک مادر جان ملک کشا. ملک ملک کشا گفتم. مادر جان کشا. ملک کشا در را کشا. ملک ملک در را کشا. ملک در را کشا. ملک اما ایسر کمی طاقت کنید. کمک کنید. گردنش رو کشید. ملک دخترم تو چی کار کردی؟ بارون پسری من است. دنیز نمرده بوده است. اپای ابرو بارون آسیم تو هم شنیده بوده یا؟ بارون پسری من است. شنیده بودم که همین خیلی است. همین خیلی. اما نفس کشید. بارون کارت بیار. تو چی کار کردی؟ ملک تو چی کار کردی؟ ملک بارون کارت بیار زودتر. خانم ابرو یک نفسه.
حیاتی ما رو سوزوندی. رئیس در رو کشاید. جناب کندل. تو رو میکشم تو رو جناب کندل. جناب کندل کشاید. نه رئیسیت میماند و نه اشکنجه های تو. کشاید. حیوان، تو بسوی من تیر پرانده ها؟ تو مرا کشتنی هستی. هم تو رو هم پدرت را نیست میکنم. با کدام دستت پراندی؟ با همین پخش کردی؟ ای گوش کن، تو مرا نیست کردنی بودی. جناب کندل. ملک، این چی کاری کردگیت بود ملک؟ ملک تو چی کار کردی؟ با همین دستت سرده مرو. آن کاری که با ما و جناب فیرت کردی به جزا نمیماند. میفهمی؟ تو رو میکشم. تو رو هم پدرت را هم میکشم حیوان. یعنی فیرت ها؟ قصد فیرت را گرفتن به عهده تو افتیده. تو را هم پدرت را هم به نزد او روان کردن فرض شد. فرض. برخیز. به تو برخیز گفتم. این سلاح را کی داد؟ سلاح را از کجا یافتی ها؟ وای پدر بیناموس در کجا؟ کی سلاح داد؟ کی تو را روان کرد؟ گپ زن گفتم. گپ زن. سلاح را از کجا یافتی؟ کی به تو داد؟ شد میکشیش. شما کاردار نشوید. یک طرف. برخیز حیوان، برخیز. روی نفسش رک شوید. اما نفس کشید. اما جون. ملک. اما نفس کشید. ملک دخترم. اما نفس کشید. پراندنی شدی ها؟ مرا پراندنی شدی ها؟ جزایش را میبینی؟ میبینم. ما فقط جزا میبینیم. تنها تو برای کارهای کرده جزا نمیبینی. حالا هم گپ میزنی؟ پلیس ها رو فریاد کنم؟ پلیس ها رو، عسکران رو فریاد کنم؟ بگو که این گلسوم مرا پراندن خواست. مگر نمیپرسند که چرا؟ من چی میگویم؟ رضا، ابله‌ها باری نگاه نکن. این را گرفته ببر که پاره میکنم. اینقدر شلا خورده. تو حال عقلش ندر آمده است. از پیش چشمم گم کن را. اما نفس کشید. ملک نفس کش. اما نفس کشید. نفس کشید. آفرین. خدا را شکر. شکر خدا. شد تمام. خوب هستید؟ خوب هستید؟ بیبی جان خوب هستید؟ بینید؟ همش خوب است. هیچ مشکلی نیست. من داروهایتان را میارم. مادر، اینی در حقیقت باوریم نمیآید. حرکت یگان سبب یافتن دارم، ولی یگان سبب نیست. این یگان سبب داشتن نمیتواند. ادا التماس آرام شو. به خانه رویم، سببش رو میفهمیم. التماس نگاه دارید. چیکار میکنی؟ با کجا؟ ادا دیوانگی نکن. با کجا؟ ادا ایستو. خانم پرداخت میکردید؟
چی میخوایی؟ گپ زن. در ینگه ابرو نسرین اپای اومینا شما باروید من با ملک میستم. میخیزیم بیبی جان. اپای اومینا تو هم برو. تو را برون من نگاه میکنم. کاش که مقابل کندل میبر آمدم. شما هم میدونید ولی گفته نمیتوانید. اگر مقابل کندل بر آمده میتوانستید ملک خود را نمیآویخت. وای گلسومی سبکبارا و آدمی به وی سلاح داده را به جهنم روان میکنم و اگر از جانش سیر نشده باشد از اینجا گم شده میرود. من تو را چرا از حبس نجات دادم قاسم؟ کاری گفتم را حل بکن نگفته بودم. گفتید جناب میکنم غم نخورد ولی بعد از نظر مردم گم شدن لازم و برای این گیرین را کار را انجام داده از نظر مردم گم شد. تلفنت را هم نیست کن. گرد و اطراف که آرام شد زنگ میزنی. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. شد چرا این طور کردی گلسوم؟ رئیس مثل فرشته است. کمی غضبی می شود، داد می زند، ولی رئیس من آدم خوب هستند. این فابریکه رو بین، از دست وی چند کس نام می خورد. این طور آدم را مگر می پرانند؟ یعنی گفتن میخوایی که سبب ساختن فابریکه به کمبغلان نان دادن است؟ البته نی. او هم فایده میبیند. فقط او فایده میبیند ولی یک روز میرسد. آن روز رسد خودت موتم میگیری. بعد نگویی که نگفتمت. با کجا؟ نه مادرم به تلفن جواب نمیدهد. باوری هم نمیآید. کدام سبب مادرم رو از بیمارخانه دوان به خانه آورد؟ نمیدونم ولی یگان سبب هست وگرنه چرا خبر نداده به خانه آمدند. مایه تو به فکرم میفهمی که ما تمام شب در نزد مادرمون نشستگی بودیم. ما رو تمام شب خوابم نبرد. تو رو چی؟ عاده چی کار میکنیم؟ چی تو میگوییم؟ اگر فهمن انی غمگین میشوند. پروا نکن. به فکر من غمگین نمیشود. مادرم ما رو نمیبیند. تو باشه حالا هم فکر میکنی که چی گوییم. سببش رو نمیدونم ولی راستش رو گویم به دلم زد. ریزا گلسوم کجا شد؟ جواب دادم. چطور توانستید؟ این بیرحمی رو چطور کرده توانستید؟ وقتی که بارون تو رو مادر گفته با آغوش گرفت دلت نسوخت؟ ابرو گوش کن التماس. چیزی که خواهی بگو ولی در اینجا نه. التماس
من با همین دستانم قبر پسرم رو کندم. آن پسری که مرده فکر میکردم ولی او زنده بود. پسرم باران زنده بود. مادر؟ باران به دستت چی شد؟ به فکرم نخست زخم برداشتم. پسرم به دستت چی شد؟ نه هیچ چیز نشده است مادر. خوبی؟ شاید خوبم، وای من نکنید. اکا مرا به شور میدهد. تو چی کار کردی ملک؟ ها؟ چی کار کردی؟ تو دیوانه شده ای مگر؟ ها؟ خود رو کشتن باز چی بود است؟ خودکشی رو از کجا گرفتی؟ گوش کن، من هم این فکر رو داشتم. یک بار هم نه، چند بار. ولی در آخر گفتم که اوزلیم تو احمق هستی. تو خود رو نکشته حیات دشمنت رو تلخ کن. بعد عذاب او رو دیده خرسندی بکن. تو هم با عقلانه کار بکن. مگر خودکشی میکنن ملک؟ ملک به من نگر. به من نگر ملک. نباشد به این نگر. چی میبینی؟ مرده. تو هم فهمیدی. من هم همین طور. خدا گناه رو حساب میکند. فقط گناهی ما رو خودش خوب میدوند ملک. من در نزدم ملک رو میبینم که زمین و زمان رو چپا کرده میتواند. تو چرا تسلیم شدی؟ بعد گوش کن، دیگر از کندال ترسیدن شرط نیست، فهمیدی؟ به خدا او رو چنان از دومش داشتم که اکنون با اجازت من نفس میگیرد. قریب میمردی ملک، میفهمی؟ دیگر این طور رفتار نکن میلش. گوش کن، اگر کم در قدر داشتم حقم رو حلال نمیکردم. میلش خودکشی نکن. حالا نوبت مردن تو نیست. بگذار دیگر را مرند. چرا همه این در تقدیر من جا دارد؟ چون که به فرزندی کس رحم نکردید. از فرزندتون دیده ایستاده اید. شاید برای همین باشد. احوال بیبیم چه خیلی است؟ خوب. نسرین،
نه فقط تو روی نداری به حجره ملک دروی. کی روی داشته باشد؟ شما چی گفتنید ینگه؟ این رو نباید من گویم. ینگه هم چی گفتنی بودند؟ هیچ چیز گفتنی نبود پسرم. او درست گفت. او برای خاله‌ات زیق شد. یعنی فکر کرد که ما بی اهمیتی کردیم. من از کجا می دونستم که احوال خاله‌ات وزنین است. بیا رفتیم دستت رو بندم. نشد، من خودم میبندم. ابرو التباس قربانت شوم نگه. با من و پسرم این طور رفتار نکن. پسرت؟ بله پسرم. او پسری تو نیست. شاید من او رو در شکمم کلان نکردم، ولی او رو در دلم، در گوهری که چشمم کلان کردم. ابرو البته او پسری من است و من مادری اویم. او رو از من دوست دیدید. پسرم رو از من دوست دیدید. اکنون با کدام روی به من به او نگو گفته میتوانی؟ وقتی که من او رو یکمین بار به آغوش گرفتم، یکمین بار تبسم او رو دیدم، وقتی که مادر گفتنش را شنیدم، من از بحری رویم گذشتم. ابرو اگر من رو بیروی گویی من بیرویم، اگر دوست گویی من دوستم، ولی من مادری او هستم. سالهای دراز او رو در بند دلم گرفته کلان کردم. البته مادرش هستم. التماس با من این خیلی رفتار نکن. مادر؟ شما درباره چی صحبت میکنید؟ هیچ چیز نه. ملک! ملک! باران! ملک! ملک! صابر! کندال! بیرون برایت! ملک! برا گفتم! گلسوم ایستو. گلسوم با تو گفتم ایستا. گوش کن. سرده زدنی رئیستان کم بود. خواهرم حرکت جانت رو نجات دادن دارم. جنابی کندل حیاتی ما رو سوزون، ما رو از وطن و از خانه امان دور کرد، سبب مرگ مادرم شد. گویا این همه کم است و باز این طور نمی شود. میگریزی. جناب کندل این رو به جزا نمیماند. من جناب کندل را بسیار خوب میشناسم. رفتاری تو رو به جزا نمیماند. این را بگیر، پنهان شو. از اینجا روید، با چشم نافتید. جناب کندل به آدمان شاید امر داده باشد. اگر به تو و پدرت ضرر رسیدنش را نخواهی از اینجا گریخته روید فوراً. مادر جان، گوش کنید، این طور نمی شود. چی شد؟ به کجا می رویم؟ بگویید. دخترم کندل اینجا رو برای ما تنگ کرد. او ما رو از شما جدا می کند. التماس از اینجا برویم، قربانت شوم. چه گفتن می خواهید؟ مادر، اگر همش رو به من نقل نکنید من به هیچ کجا نمی روم.
ای ابله تو از کی جواب میپرسی؟ پسرم بس کن. پسرم کوایس جوان مرد. یک طرف استی. ملک نبرو. جویی باید در جهنم. باز نبروی. جای من چی؟ جهنم نیست مگر. مونیتی انگل. ملک نبرو. گوش کن جوان مرد، با تو من دشمنی ندارم، ولی من با تو دارم. پسرم نکن. کندل برون برا. ملک را به کی میدهی؟ یک طرف ایستا. برو. ابرو. برو. پسرم خوب استی. شما از گریختن مانده نشدید. مایلش میروم، ولی به من یگان سببش رو گویید. یافتم. اش شد سردید. باران نیست. سردید مرا. سردید گفتم. پسرم ایست. سردید مرا. ایست آخیر. سردید مادر. آمینه با پولیس زنگ سردید مرا. پسرم برو برابر نشو. سردید مرا. سردید. ملک اومد. صبیر اومد. مرا نداشته است. یک طرف استید ینگر. یک طرف استید. مردن نمانده. رفتن میخواهم. اقلم به این مانع نشوید. در اینجا ایستادن نمیتوانم. ملک در را کشو. ملک در را کشو. اگر جای میرفتگی شما جایی باورینوک میشد مگر من تو رو نمیموندم. میدونی چی طور برای من مشکل است. میترسم که تو رو به نزد اکرم روان میکنند. یک بار رفتی دیدی چی شد ها؟ دیگر نرفت. نکن ملک. ملک و تو میگویم در را کشو میگویم. ملک دخترم، تو به کجا رفتنی هستی؟ برای زیستن مادر جان. زیستن. شما مرا تنها گذاشتید. حمایت کردن نتوانستید مادر جان. اکم چیزی که خواست اجرا شد، ولی اکنون دیر شد. اکم با آبی دیده یگان کسی ما نگاه نکرد. نه این طور نه. نرو دخترم، نرو. چیکار کنم؟ نگاه کرده ایستم. سردید مرا. مادر چرا شما نمیفهمید؟ مرا سردید.
سر دیت گفتم نمیفهمی؟ سر نمیدهم پسرم، سر نمیدهم. بیا لعنتیه. ما میرویم. هیچ کس به رفتن ما مانع شده نمیتواند. هیچ کس ضرر نمیبیند. با کجای خواهی گریز؟ تو رو من حتما میابم. فهمیدی؟ سردیت شد تمام. سردیت آخیر پسرم. بارون. بارون بیعقلی نکن. یک طرف ایسته. بارون. گوش کنید، من از گریختن مانده شدم. نمیبینید من خود رو در اینجا یافتم. اکنون سببش رو نفهمیده رفتن نمیخواهم. اویش قربانت شوم. به من باور کن دخترم. وقتمون کم موند. باید رویم. روی خاطری من نروی، روی خاطری دادرت رو. وقت نداریم. چی معنا دارد؟ چیزی که روی نداده باشد سببی همش به شما باور کردنی من است. اگر در وقتش به شما بی‌شبهه باور نمی کردم همه این واقعه ها روی نمی دادند. بین ما این طور مناسبت نمی بود. ولی اکنون بس. اکنون شما به من باور میکنید. اویش اقلا یک بار سخنی مرا گوش بکن. یگان سوال نده. با من بیا. اگر سببش را به من نگوید از اینجا به آنجا یک قدم هم نمیمونم. چون که کندل مرا میکشد اویشه. فهمیدی؟ میکشد. وقت ندارم میگویم. من مرده نمیتوانم اویشه، نمیتوانم. من تو و مهدی رو در نیمی راه پرتافتن نمیتوانم. قربانت شوم. رفتیم قربانت شوم. اکا انیق رفتن میخواهید؟ بعد دنیز کمی تنها مانده فکر کند شاید بهتر باشد. کمتر به حال خودش گذاریم. نمیتوانم سردار. فکری او را دانسته به حال خودش گذاشته نمیتوانم. دخترم مرا با سبب نسرین ترک کرد. سالهای دراز روی خاطری آرزوی خود دخترم را رنجاندم. با خود ناحقی نکنید اکا. روی خاطری دنیز چیکار کردنتون رو هیچ کس نداند هم من میدونم. فرق ندارد سردار. حق یا ناحق بودن من یکان چیز را عوض میکند. هم دخترم و هم دوست داشته مرا ترک کردند. شما فکر میکنید که من به این باور میکنم؟ قسم میخورم که راستش رو میگویم. وایشه دروغ میگوید. ولی من حیران نیستم. میدونید چرا؟
چون که شما 20 سال باز به من دروغ میگویید. آخر کندال چرا شما رو میکشته است؟ شما با وی فرزند تولد کرده، در آغوشتان پسرش رو گرفته گشته. مادر، تو به من حقیقت رو نگوید، من به هیچ کجا نمیروم. آیشه، آیشه! شد گرفتیم. چرا چرا مادرم از پس این شنوردی ها می دود؟ با من بگو چرا؟ ما ماهای دراز التجا نکردیم، رویم نمیشد، نمیتوانستیم. نه، مادرم رو در اینجا دیگر چیز نگاه می دارد. چیزی که نباشد از ما مهمتر است. از ما، از آینده ما، از آرزوهای ما، از همه چیز مهمتر است. من مانده شدم مایا، من در حقیقت مانده شدم. جناب، اکای صابر اومد. اکا پکا نگو. اکای صابر ملک رو دزدید. باران باشد سلاح رو گرفته از پسشان رفت. تو چی ها میگویی؟ بله. شما چرا ماندید؟ در دستش سلاح بود، از دستمان هیچ چیز ناومد. خیر مرا گوش کنید، تمامی آدمان را جمع کنید. صابری سگ خواهرم را گریزانده است، از حلفت نبرآمده هر دویش را پیدا کنید. وای سگ را فکر زنده ماناندن نکنید. من مردانه وعده میدیم که شما را حبس شده نمیمانم. حیوان را کشید. خواهرم را گرفته بیایید زودتر. رضا، ماشین در کجا؟ رئیس به تعمیر برگفته بودید، بردم. زود نمی شود گفتم، من دیگرش را آوردم. خب کلید رو ده. چی رئیس؟ کلید ماشین را میگویم. ها کلید؟ مرحمت جناب. شما کی هستید؟ ما را به کجا میبرید؟ یگون چیز گوید، او چرا خاموش هسته؟ لبای پسرم تو در کجا بودی؟ نپرس چی شد؟ کمی پیش اوزلم زنگ زد، ملیک رو دزدیدند. چی؟ اکای اوزلم دختر رو گریزانده است، به خانه زده در آمده است. قربانت شوم، یگان کار بکن. التماس به سر وای دختر یگان فلاکت نآمده پیدا بکن. جای نکفته نماند. تا پیدا نکنید با چشمم ننماید. من تو رو میابم. به کجایی که نروی من تو رو میابم. ملک خوب هستی؟ در دارد؟ نه، من پس سر میکنم ولی سخت مانده شدم. کمی دم گیریم نمیشود. ملک کمتر ماند، صبر کن.
بیا من تو رو میبردارم. باران! ای خدا این بچه با کجا رفت؟ باران! جزای همش رو میبینی نسرین. هیچ شبه نکن. گوش کن ابرو، از من زیادتر آدمی جزا دیده رو نمییابی، ولی حاضر من باید پسرم را یابم. را پسرم نگوی. کسی که مرا مادر میگوید من را چی گویم؟ باران! باران! سنجه چی گپ شد؟ خدایا شما در کجا بودید؟ خبر دادید آمدیم. اکم صابر ملک رو دزدید. باران باشد با سلاح از پسشان رفت. فهما با دقتی تمامی دسته ها، با دقتی تمامی دسته ها. اپایومینا با کجا؟ نرو دخترم، همه‌تون با کجا می روید؟ التماس خانه مرا به مزار تبدیل ندهید. التماس نروید. از شرم گناه های من رفته ایستاده اید. حق هستید ولی کش نمی رفتید. من دخترهایم و پسرهایم را حمایت کرده نتوانستم. من فرزندانم را حمایت کرده نتوانستم. من مادر شده نتوانستم. با کرنه دایره از درتون در آمدم. با یک امید به خانه شما قدم گذاشتم. 3 روز خندیده باشم، 5 سال گریه کردم. افسوس، 100 افسوس. رفتیم. مادر، پدرم ما را پزمان می شود. آسیم، اکنون برای من فقط تو هستی. از این پس از من پدرت رو نپرس. جواب ده، جواب ده. الو کندال، رستم، حاضر وقت ندارم. با تو دیرتر زنگ زنم. وقت نداری ها؟ درست، ملک رو میجویی. کسی ملک رو دزدیده است. من و تو چی مصلحت کرده بودیم کندال؟ پدر من یک گپ دارم. تو حالا ایستا. تو سری مرا خم کردی. این طور نمی شود. تو پروا نکن، از حلفت نبر آمده میابیم. اگر وای حیوان رو در میدانی حلفت نآویزم من آدم نیستم. با وای حیوان من چی کار دارم؟ در خصوص ملک با تو مصلحت کرده بودیم. ملک رو با پسرم گرفتم، میدیم گفته اعلان کردن میخواستم. خدا راضی نبوده است چی؟ رستم، اگر من یگان چیز گفته باشم وای کار میشود. ملک رو با شما دادم. تمام و سلام. خیر گفتی تو شود. من تا حال باور کردن نمیتوانم که حالا با تو هستم. مرا از دستم گرفته بردنی تو. باوریم نمی آید که همه این واقعیت است. دستم را داشتی،
сар намедиҳӣ ҳа? сар намедиҳам. ту маро сар надиҳӣ, ман сар намедиҳам. رفتیم. زودتر پراید. شما با این طرف، تو با من بیا. با این طرف. رفتیم. باید دور نرفته باشن. لبای محمد. سردار صابر گریخته است. به خانه سنبردیال زده در آمده. ملک رو دزدیده است. شاید ندزدیده باشد. آنها همراه گریختند. اما سردار صابر دزدیده. وظیفه چیزی که باشد همان را بکن محمد. ака майлаш рафта денизро гирифта меоем, вале қароратон қатъӣ аст? акнун ягона хоҳиши ман бо духтарам ҳамроҳ будан аст. аз ин пас фақат дар фикри хушбахтии духтарам мешавам. рӯи хотири ин чизе ки бошад мекунам. дениз чизе ки хоҳад ҳамон мешавад. ҳаракат мекунам дили ӯро аз нав ёбам. ابله این چه تب روی داد؟ از دست شما یگان چیز می آید. جناب اکم. اکای تو را هم خودی تو را هم زودتر. توبه کردم استغفرالله. مادرم در کجا؟ مادر جان، مادر جان. دخترم رفت. ملکم رو گم کردم. همه‌شان یک تا رفته ایستادند. مادر جان این طور نگویید. ای اوزلم احوال مادرم را بین. چی ایستادی؟ اینجا بیا. دخترم رفت. نوری چشمانم رفت. مادر جان شما غم نخورید. آنها از حلف نبر آمده پیدا میکنم. مادر جان آروم شوید. بیایید برخیزید. یاریدید اوزلم، یاریده. زودتر بیایید. قربانتان شوم مادر جان. رفتیم. شما چرا این کارو کردید؟ این سوال رو من هم بسیار دادم. شما چرا با من این طور رفتار کردید؟ گفتم من حتی با 20 در آمده بودم. ابرو خداوند در شکم زن 9 ماه کودک را کلان کرده و مادر شوی آماده می کند. من آماده نبودم. کودک خرد را آورده به آغوش من پرتافتند. گریه می کرد. من باشم چطور آرام کردنش را نمیدانستم. همراه من هم گریه می کردم. من با بارون گریه کرده مادری را آموختم. ابرو باور کن من یگان گناه ندارم. نداری؟ یگان گناه نداری؟ من در تگ بی‌نیت بودم. یعنی باید به تو میگفتم برای تو بسیار آسان. روزگار را آورده به آغوش تو پرت آیند. بعد از یک روز من همچون مادرش از در آمده آیم چی میگویی؟ مادامی که آمدی مایلش فرزندت را گیر همین طور میگویی؟ گوش کن با حیاتی من هم بازی کردند. برای باران شد از بری همش گذشتم. بخشیدم. یک بار عاشق شدم. از بری او هم گذشتم.
درست کشید مادر جان. مرا به اینجا نخوابانید، مرا به تکی سنگ خوابانید. این چی خیلگه مادر جان، از دهانتان شمال برد. مادر جان غم نخورید، من ملک رو مییابم و حیوان رو هم جزایش رو میدیم. شما هم غم نخورید. آمینه رفت، آسیم هم رفت. آنها باز کجا رفتند؟ با کجا رفتند؟ چی ابروینگا مادری بارون بودنش رو فهمیدم. پس باران میداند؟ نه، یعنی نمیدونم. اکم اومدم پس خونه چپ راستش شد، بارون از پسش رفت. نسرین و ابروینگا از پسی بارون رفتن. وقتی که به من زنگ زدید من فکر نمی کردم که وضعیت اینقدر جدی است. ای خدا، تو این درجه آمده رسیدنش رو تخمین نمی کردم. دنیز با تو یگون چیز گفت؟ نه، ولی میدونستم که خوشبخت نیست. از اولش معلوم بود. دنیز دختری موثر، دل شکسته، نازک است، زود می رنجد. بله شما حق هستید. من حرکت میکنم دلش رو یابم. راستش رو گویم برای یاردم پرسیدن آمدم. میدونم حق ندارم، یعنی با من تعلق ندارد گوید نمیرنجم، ولی وضعیت همین طور است. دنیز برای من فقط طلبه هم نیست، در بین ما هم دیگر فهمی هست. میدونید؟ بله میدونم. من برای از نو دلی او را یافتن میروم. شما با من میروید؟ مایلش میروم. چیکار کردید؟ یگان نشانه هست؟ نه جناب، هنوز هم میکوبیم. مرا گوش کنید، از شهر بیرون نشده آنها را یابید زودتر. پسرم در کجایی؟ امک صابری حیوان. میدونم پیشرم میدونم. تو برگرد. آدمان جستجو دارن، 1 ساعت نگذشته میایوبند. تو برگرد. امک من اونها رو نیافته برگشته نمیتونم. بارون برگرد گفتم. در کجایی؟ اقلا یک از گپم را گوش کند، مرا دیوانه میکنید. ای خدا، در خانه هیچ کس نمون. چیکار میکنیم جناب؟ تو به مادرم نگاه کن. الو چیکار کردید؟ یافتید؟ پیدا کنید، پیدا کنید. مادر جان، شما با کجا؟ صابیر تو را یافتم، پس چیکار کردنم را تنها من و خدا میدانیم. چی گپ است؟ از ملک یگان خبر است؟ این وضعیت به تو تعلق ندارد بچه خاله. شاید به تو کمکم رسد. خیری که از تو می آید از خدا آید. از خدا به تو می آید ولی خیر نمی شود. گفتی تو شود، ولی برای این را دیدن عمری تو بسنده است یا نه انیق نیست. رو
مادر جا به خونه مادر کلانمون میرویم؟ بله پسرم. دیگر بر نمیگردیم؟ بر نگردیم غمگین میشوی؟ بله ولی شما رو غمگین نمیکنم. بیایید اکنون به خانه رویم. تو اگر خواهی بیرفت ولی من به هیچ کجا نمیروم. ولی به تو میگویم اگر مادرم رو در حولی با بارون و نسرین چای نوشیده شیشتنشان رو بینی حیران نشو. اویشه تو هم نمیروی؟ اویشه تو نمیروی؟ نمیدونم. در اصل مادرم رو فکر دارم. من مادرم و مهدی رو در راه پرتفته رفتم. چی گفتن خواستن نفهمیدم. شاید به خانه برگشته باشند یا اینکه دلگیر شدند. من هم چی فکر کردنم رو نمیدونم. گوش کن، من هم درباره همین میگویم. در اینجا چی روی دادنش رو فکر کردن خطا. اویشه رفتیم. ادا تو هم آرام شو. من ایستاده نمیتوانم. دلم تنگ شده ایستاده است. از آن من هم. از روز یکمی که به اینجا اومدیم. من روم. این احوال رو بین. برای دیوانه شدن در وی خانه 1 ماه ایستادن بس است. در آخر اویشه رو هم دیوانه کردند. اکنون چیکار میکنیم؟ به واسطه بحر میگریزیم. اون طرف رو فکر نمیکنند. بعد نمیدونم ملک جان. دستت رو گرفتم همش رو فراموش کردم. در تقدیرمون چیزی باشد همون رو میبینیم. گل و گلزار یا بیابان، ولی همراه چیزی که باشد میلش. رفتیم. کدام گناه تو را شرمنده می کند قدریه؟ کدام گناه تو را به زانو می افکند؟ دخترت از دستت رفت و تو تماشا بکن. آمینه رفت، تماشا بکن. زمین تو را قبول نمی کند قدریه. حتی در جهنم جا نداری. نکنید، بازی نیست. نمور قدریه، نمور. به آینه ها نگر و ببین. تو حق نداری. حالا جایی تو زیر سنگ نیست. مادر برای به حضور مردن حق دارد. تو باشی حق نداری. اما دخترها، شما در کجا بودید؟
در وقتی نبودن شما چی‌های روی نداد؟ نه همین طور با فکری من با ما تعلق ندارد. نه تعلق دارد. ینگه ابرو از پس بارون رفت. نمیپرسید برای چی؟ با فکرم شما نمیدونید. مادرتون به شما نگفته است. مادرم سلامت باشند و نه همه چیز رو نقل میکنند. شاید روبرو شویم میگویند ولی از پس بارون میدویدند. انا خودتون گفتید. مادرم آمدند. باز نبود؟ پس درست گفتند. تو چی ها میگویی؟ من باور نکردم. راست گفتند. اویشه او چی میگوید؟ نمیدونم ولی به فکرم اپای سیبیل گریختند. جنابی کندل من رو میکشد. تو هم با من بیا گفته است. فهمیدم جناب فهمیدم. کی بود؟ یا اینکه کندل بود؟ چی گفت؟ مرا چی کار میکنید؟ یگان چیز گوید. خدایا پروردگارا نرس گفتم. احتیاط کن. چی گپ است؟ نجنب. صابر شما چیکار میکنید؟ آرام شو. نسرین مون بر مون روم مون زندگی کنم حیات رو بینم. صابری لعنتی قسم میخورم که من تو رو در آبی فیرت غرق میکنم.
باران! камол писарам кай омадӣ чӣ шуд модарҷон ором шавед рост гуфтаанд ҳама онҳоро меҷӯянд бо милиса ҳам гап задам тамоми роҳҳоро бастаанд шаб нашуда пайдо мекунанд иншоаллоҳ шумо парво накунед одамони ман ҳатман онҳоро меёбанд апа биёед апаҷон биёед ба ин ҷо шинед همش را از دست دادم خواهرم همش را دخترم را گلینم را شرفم را همش را مرده هم نمیتوانم اگر برگردم با باران میگویی برنگردم قاتل میشوم برای پسرم شدم چه کارهایی که نکردم من خودم را برای او فدا میکنم چرا ایستادیم از موتور آواز میبرد کنیت بینم ака хатогии азим карда истодаед эҳсос мекунед ба фикри ту бояд чӣ кор кунам занг занед ака ба апаи насрин занг занед боварӣ дорам шунидани овозаш фоида мекунад овозашро шунавед шуд занг занед ака чизе гӯяд фарқ надорад шумо ҳам мефаҳмед ки анҷом наёфтааст баъд шумо нагуфта будед ки суҳбат карда будед ҳамаашро баробар паси сар мекунед апаи насрин монда шуданд шумо боқувват бошед ки ба шумо такя кунанд биёед ака
زنگ زنید. جواب نمیدهد. تمام. این دفعه عمیق انجام یافت. الو جنابی کندال. لبای سردار ملک را یافتید؟ خبر آمد زورق را دزدیده گریختند. از روی خبری گرفته ما باران نسرین و ابرو از پس آنها هستند. خب سلامت باش سردار. خیر. الو مرا گوش کن. با آدمان بگو زورق پورق چیزی که یافتند به بر برایند. با زورق گریختند. هر دویشان را یابید. دختر را گیرید و حیوان را باشد با زورق غرق کنید. زود. باران چرا زود برنگشتی؟ برگشتنی نبودی؟ فکر کردی کتاب نآورده من غرق می شوم. ولی من حالا نمی میرم نسرین، چون که خوب شنا می کنم، چون که من 4 فرزند دارم. میگویی با باران میگویی، ولی نتیجهش چی میشه؟ در این باره فکر کردی؟ تو چی فکر کردی؟ تو ابد همین سیر میماند همین طور؟ من هیچ چیز فکر نکردم ابرو، من هیچ چیز فکر نکردم. من تنها میترسیدم که این سیر یک روز آشکار میشود. ولی با من باور بکن که باران تو رو هیچگاه مادر نمیگوید. از کجا میدانی؟ میدانم، چون که مادر گفتن اونقدر آسان نیست. چون که اگر گویی به فرزندت نزدیک نمیشوی، غیر از این باران تو رو هیچگاه مادر گفتن نمیتواند. اصلا خودت هم این رو خیلی نقص میدانی. من در این باره پروا ندارم، فهمیدی؟
من مادر اویم و باران باید این را بداند. نیتی اصلی تو این نیست ابرو. پس چی بوده است؟ تو در اصل میخواهی که به ما، خصوصا به من نفرت پیدا کند. اگر تو به او گویی به من نفرت پیدا میکند، همین را میدونی. برای همین درست فکر کن. درست فکر کن گفتی یا اینکه من خطا فهمیدم؟ ها؟ ملک، اگر اومدن نخواهی مادر جان قربانتان شوم جواب دهید. راهگرد آمد راهگیر سرده مرا راهگرد من کجا میبری؟ سرده گفتم سرده راهگیر گفتم بچم را دیگه من کجا میبری؟ بچم سرده مرا سرده گفتم بچم را دیگه من کجا میبری مرا؟ سرده گفتم ابله سرده بچم را دیگه من کجا میبری؟ سرده مرا سرده ابله بچم را دیگه بچم دادی
خلا پروا نکنید، شب نشده پیدا میکنیم. همه در جستجوی آنها هستند. من با آدمان درکاری خبر دادم. اپا این طور رفتار نکنید. شما روح افتاده شوید، آیله پراکنده می شود. من که با قوت نبودم آیله برهم خورد. ما 20 سال باز در این احوال حرکت زیستن کردیم. خلا بس کنید، غم نخورید. میلش اپا با کجا؟ به اون جایی که من باید باشم خواهرم. میلش بیاد من شما رو ببرم. من هم میروم، شما رو تنها نمیگذارم. رفتیم مادر جان، رفتیم. باران! جناب، یگان خبر هست؟ هست. خدا را شکر. در کجا بودند؟ حاضر در بحر، ولی به نزدیکی در قعرش می شوند. سیبل در کجا؟ اکای کمال؟ مسلم مادر جان؟ لازم نیست دخترم. اکای کمال استید، من به شما یک قهوه تیار میکنم. اینجا جای دمگیری است. 1001 کار داریم وقتی چای و قهوه نوشی نیست. اینقدر مهمان نواز است کندل. برای مهمان عزیز مال قربانی هم دارم. درست. میدانم که قربانی کردن را دوست می‌داری. ابرو فهمیده است نه؟ ملک رفت، آمینه رفت، گرد و اطرافی تو سوختار هست گفته همه میگریزند. وای پسر خاله را بینید. آفرین. پشه پرزنت خبر داری. من به تو میگویم که با این وقت صرف نکرده به کارت صرف کنی شاید یگان فایده دارد. آدمی رقابت میکردگی نماند. ابرو گفت یگانه خواهشت همین ها؟ قهوه‌ات رو بنوشو، از پس کارت شو. کار رو پرتافتن لازم نیست. این دنیا ابدی نیست. درست میگویی. این دنیا ابدی نیست کندل. امروز با من، پگاه با تو. کی میدوند؟ جزای کارهایت را ندیده از این دنیا نمیروی کندل. امروز دختری کس را به ناموس میکنی. فردا میبینی که خواهرت را به ناموس کردند. امروز فرزند را از مادرش جدا میکنی. پگاه میبینی که مرحمت. اکای کمال خدا رو شکر ملک رو هم یافتند. در بحر بودند. یعنی دیگر به کجا هم می رفتند؟ به نزدیکی از در اومده می اویند. قهوه‌ات که تمام شود می توانی روی. حتی یک قطره هم ننوشیدند.
ما کم کردیم، خدا زیاد کند. نوشی جان. من به یک چیز حیرانم. چطور برایم نگاه کردی؟ آن روز شمال باران را با ما بینمون گرفته بودیم، در یاد داری؟ تو از من پسرم را پرسیدی مقصدت چی بود؟ با من سخت رسیدن میخواستی؟ زنی بی عقل باز نقل نکند گفته فکر کردی؟ ترسیدم، سخت ترسیدم. من تمامی حیات از آن روزی که باران رو به آغوش گرفتم دایم گم میکنم. گفتم میترسیدم. حتی وقتی که تو در استانبول بودی من میترسیدم. بعدی از استانبول آمدنت 1000 مراتب زیادتر ترسیدم و هر روز یک دعا داشتم. دعا میکردم که از این دنیا همچون مادری باران بیروم. اما ترسیدن فایده نداشت است، همین طور نی؟ شاید از اجل ترسیدن فایده داشته باشد. چون که به فرزندی کس رحم نکردید، از فرزندتون دیده ایستادید. مادر جانم، آرام شوید. گوش کنید، به شما وعده میدیم 1 ساعت نگذشته ملک از در میدرآید. ما جزایمان را دیده ایستاده‌ایم. باران را از ابرو کنده گرفتیم. همه‌اش گشته آمده به خودمان زد.
من مراد را گوراندم، فرات را گوراندم. اکنون ملک او را هم در دلم گور میکنم. اینطور نمی شود مادر جان، شما من رو نمی شنوید. می باید گفتم از کران میلیسا ها آدمان من در جستجوی آنها هستند. می باید مادر، شما کمتر خواب روید. ملکی آمد، من شما را بیدار میکنم. میلش خواب روید. اکنون میرم. شب به سیبیل زنگ زن. مهدی را در خانه مانده، به نزدیک تو آید بگو. بعد چی کار کردنت را میدانی؟ میدانم جناب. سیبیل در کجا؟ پسرم در کجا؟ احوالی ما رو بین. عدا در نزدی روزگار گپ رو نکشو. با مادرم گپ زدید؟ گپ زدیم دودر جان، پروا نکن. من برای مادرم رسم کشیدم. پسرم در کجا؟ مادر در کجا؟ دیوانه باز آمد. انیق رفتن اپای سیبیل رو فهمیده است. خوب شد وای در آخر گریخته خود را نجات داد. اکنون چی می شود؟ اپام رو 70 شدند. هیچ گپ به خود میاد مادر جان، شما پروا نکنید. من از پسی همش نصاله دارم. دلتون آرام باشد. میلش نباواز کردیم. اکنون نوبتی سخن کردن به ما رسید و حالا ما سخن خود را نگفتیم، ولی تیر از کمان برآمد. از این پس فقط نشسته تماشا میکنیم. میگوید پسرم را از من میگیرد. اگر حاضر نکنم دیر می شود. بعد دیر می شود. پسرم را میگیری. من به این اجازه داده نمیتوانم. با فلاکت دچار میشوی نسرین. پسرم در کجا؟ تو را میکشم تو را. پسرم در کجا؟ مادر در کجا؟ از تو گره خدا زده. به سخنهای او باور نکردم.
اصلا تو بگو مادرم در کجاست؟ مرا دیوانه نکن، بگو پسرم در کجا؟ میدونستم هم نمیگفتم. گریخته از تو نجات یافت. الله! خس میکشم تو را. رمزن دختر، پسرم در کجا؟ مادر در کجا؟ گریخته رفتن. خدا جزای همه تان را گیرد. ойша ором шав. ойша хуб ҳастӣ? бархез. ойша биё рафтем. дар байни ин девонаҳо наисто. бархез. در کجای قاسم؟ در کجایی؟ کار را انجام داده از نظر مردم گم شد. تلفنت را هم نیست کن. گرد و اطراف که آرام شد زنگ بزنی. فهمیدی؟ تو را تعقیب کردم که اندال با تو را من دیوانه میشوم. حوالی را پر از خون میکنم میگویم. تو مرا گوش نمیکنی. سیبل رو به حیث زنی شما دیدم. علاوه بر این در بطنش فرزند شما بود. در کجای قاسم؟ بزنگم جواب ده. سیبل سیبل ای ابله سیبل ابله. پسرم مهدی جان. رفتیم. ما رو در اینجا نمی‌یابند. پروا نکن. собир борон аз паси мост. боз одамони акам мисли аскар чӣ тавр мегурезем? نمی‌یابند. تا شب در اینجا پنهان میشویم. بعد میرویم. مایلش ملک. همش گذشت.
چی شد؟ هیچ چیز نه. ملک تو در اینجا ایستو. من زود برمیگردم. میلش صابر با کجا میروی؟ حاضر میآیم. سردار سیبل پسرم را دزدید، مهدیم را دزدید. یگان چیز کن سردار، زودتر. بیرون بیرون. ایستو. لعنتی. امام در کجاست؟ من رویم باران. برای این باید اول مرا بکشی. امام در کجاست؟ ما یکدیگر را دوست می‌داریم. وقتی که عماد خودش را آویخت هیچ چیز را نفهمیدی؟ بگو امام در کجاست وگرنه زنده نمیمونی. من باران، من برویم. بیمون برویم. تو را پراندن مجبور شوم هم میروم باران. خودت را نکش. جای امام رو بگو. صابر. باران. باران. پسرم. باران. پسرم تا قصدم را نگیرم نمیمیری کندال. امروز یک فرزند را از مادرش جدا کردی. پگاه میبینی که لعنتی. تیری دویم رو به سرت میپرانم. من رویم. بیمون. باران سلاحت رو پرتو پسرم. یافتم این سگ رو، یافتم. جای امام رو بگو. بیمون رویم. سلاحت را فرار. التماس پسرم سلاحت را فرار. شما کاردار نشوید. من به شما کار ندارم. ولی من به تو کار دارم. باران التجا میکنم پسرم. گوش کن جوان مرد. مادرت را گوش کن. سلاحت را پرتو. بیمون رویم. جایی رفتنی تو معلوم است. التجا میکنم این کار را نکن. باران پسرم باران.
مادر 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 جان مادر جان مادر جان چشمانت رو شوید مادر. خدا را شکر. گفته بودم شاید از اجل ترسیدن فایده داشته باشد. گفته بودم مادر. مادر خدا را شکر. مادر 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 جان مادر جان مادر جان چشمات رو شوید مادر جان. مادر جان التماس چشمات رو شوید مادر جان. التماس مرا پرتفتن نروید مادر جان. با شما شد مادر جان التجا میکنم. مادر التجا میکنم چشمات رو شوید.